گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. احمد نوید یارزاده یا مدیر عامل شرکت برق‌رسانی تاب شیرات، یک بار دیگر خداوند را شکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم که برای ما توفیق داد باز نور روشنایی به خانه‌های چند فقیر بیاوریم. خداوند سپاسگزاریم. امروز در شرک ایتام که در واقع سرک هاشمی، سرک حلقوی، ما خط 20 کیلوولت و همچنین خط 400 ولت از این منطقه کار کردیم و ترانسفورمر ما در ابتدا توسط 11 پایه 12 متره خط 20000 بیامده. ترانسفورمر ما به اول کارخانه به اول ایتام نصب شده، ترانس 200 کیلوولت همراه با کل لوازم جانبی و از اونجا باز انشاب گرفته خط 400 ولت ما توسط از این پایا به حساب روشنایی چراغ مزین شده که در شب هم این یتیما به حساب اینجا از روشنایی برق مستفیده. همین قسم که شما مشاهده میکنیم امروز روز افتتاحی از این سرک. این سرک دارای مسجد، دارای نونوایی، دارای کلینیک و اینا هم که هست اتاقای یتیمای. جهان سپاس از جناب مولانا سید مرادی، برادرای بزرگوار، علمای نهایتاً عالی قدر، اراکین و بزرگوارای که از امارت اسلامی تشریف آوردن. انشاءالله آرام آرام میریم به سمت غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من. با نفسهای امیدم دم بدم می سازمت، با نفسهای امیدم دم بدم می سازمت، دم بدم